کانال خدماتی عرفان تقدیم می کند. سلام به همه شما بچه‌ها، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. من منزل آقای جهانگیرم، فردی که شاید خیلیاتون دیده باشین ویدیوهایی که از زمانی که روح از بدن جدا میشه و یک چیزهایی رو تجربه میکنه که بهش میگن زندگی پس از مرگ. آقای جهانگیر فردیه که دیگه گنده اون آدمهایی که تجربیات رو داشتن. من پیش این آدمم و چیزهایی رو تجربه کرده که پیشنهاد میکنم تا آخر ببینیم که فرای باورتون خواهد بود، خیلی عجیب خواهد بود. حتما این برنامه رو ببینید. آقا جنگی چه خبر؟ سلام عرض ادب. خوبی؟ احوال شما؟ من خیلی خوشحالم که شما رو می‌بینم. قربونت برم که زحمت کشیدی. ما هم افتخار می‌کنیم همچین دوست و رفیقی رو از نزدیک می‌بینیم. اومدیم حقایق و سانسورهایی که شده و حقایقی گفته نشده همه رو اینجا بیان کنیم. دقیقاً. من اول خوشحالم از برای اینکه تو واقعا فردی هستی که تجربیاتت میتونه درس بده به خیلی ها. آقا جهانگیر، واقعا من خیلی دوست دارم بدونم یک فردی که اون دنیا رو میبینه برمیگرده چجوریه. سوال اولم اینه که اصلا مرگ ترس داره یا نه، و اتفاق اولی که برات میفته. خب اینجا با نام یاد خداوند شروع میکنم برنامه رو. ترس از مرگ. خب آقا آیدین، مرگ شیرین ترین اتفاق برای بشره. نمیدونم، به زبان خود بنده حضرت عزرائیل میخواد قبض روحت کنه و این امانتی که خداوند بهت داده ازت پس بگیره. امانت پس بده. محو تماشای اون چهره زیبا میشی. دیدیش اینو؟ بله، من 3 بار عزرائیل رو دیدم. در 5 سالگی، در 24 سالگی و در 36 سالگی. همه بچه‌ها میدونن من 3 بار مرگ رو تجربه کردم. آره. نمیدونم تو کلیپ‌ها دیدین کسایی که دارن از بدن خارج میشن هی دنبال چیزی میچرخن، یعنی چیزی دنبال. آره آفرین. جناب عزرائیل انقدر زیباست. من میخوام برم حالا اون تجربه‌ای که شما فرشته ها رو دیدی، میخوام ببینم اون تجربتون کدوم بوده. اون میخوام از اون بگین که اتفاق میفته، رو جدا میشه و میرونیم 20,000 سالی که فرمودی. یا حالا آقا آیدین، ما چون من 3 مرحله مرگ رو تجربه کردم، ولی آقا مهران خواست که منو بترسونه، از جلوی اتوبوس بلند شد، منو دنبال کرد به سمت عقب اتوبوس. وسط اتوبوس یه یخچال هستش. خب من صورتم سمت عقب اتوبوس بود. آقا مهران داشت تو میدوید، از پشت اینجا ما با اینجاش گردنمو گرفت. صورت من به سمت عقب اتوبوس، صورت آقا مهران به سمت جلوی اتوبوس، این به این شکل. این ایشون هی فشار میدادن، هی فشار دادن. من به سمت مرگ رفتم. تو همون مابین من جوری قرار گرفته بودم که با مشت به صندلی، اون دستگیری و تکیه‌گاه صندلی مشت میزدم که آقا ولم کن دارم خفه میشم. خودشون نمیدونستم خفه میشم. انقدر ضربه هام زیاد بود زیر ناخونام باز شد. آقا آیدین، این پوستا، این گوشت باز شد. این گوشتا، چون من داشتم جوب می‌زدم دیگه، دردی برام مفهوم نداشت. این گوشتا باز شدن. خب یک تونل باز شد، من وارد اون تونل شدم. میخوام اینو بدونم، گردن رو گرفته تو از حال رفتی تونل چیزی یهو تونل؟ نه دیگه، قشنگ روحمو دیدم از بدن جدا شد. این از بالا سرم یه جهانگیر اومد بالا. این که داشت فشار میداد، یه جهانگیر از کلم، از پوستم، از بدنم جدا شد، اومد بالا سر خودم. یعنی جهانگیره اینو دید که یه روح رفت بالا یا نه؟ اون جهانگیره دید. آها، تو داشتی میدیدی خودتو؟ این جهانگیر داشت میدید، از این جهانگیر داد. فهمیدم. ولی خب من اومدم بالا سرم و کسر از ثانیه یک تونل فرو برنده باز شد، کشید به سمت پایین. خب اون لحظه یک عطربویی، نمیدونم اون عطربوی چجوری بگم، تو خوشسالی دیدی بارون میاد، یک بوی خاک، یه بوی عشق میزنه. اون لحظه من وارد اون تونل شدم، اون بوی خاک من و اون بوی بارون دیدم، ولی اون نبود، بالاتر از اون بود.
ولی میتونم مشابهش در زمین اینه. یک احساس کردم یک پرم، یه پر قو. شما اگه از یک ارتفاع 10 طبقه یک پر رو ول کنی، این مستقیم مثل سنگ زمین نمیاد، بازی میاد، به عشق میاد با این. منم به اون شکل بازی میکردم، ولی در مسیر این تونل که داشتم میرفتم پایین، شیارهای اون تونل رو میدیدم. شما فکر کنید چاه کندی، چاه 3 متره، خب این چاه رفته پایین، خب گل داره، سنگلاخ داره، آشغال داره دیگه، همه رو خب به چشم میدیدی. ولی من شیارهای اون تونل رو میدیدم، سنگریزه ها رو میدیدم، داخل اون سنگریزه ها موادی که بود میدیدم، داخل مواد حتی نم بود، اون نم هم میدیدم. این چشم من الان نهایت بخوام ببینم 3 متر اونورتر میبینم، اون چشم تا بی نهایت میدید. داشتم میرفتم پایین، به من گفته شد به زیر پات نگاه کن. یه چیزی در الهام شد به زیر پات نگاه کن. من زیر پامو نگاه کردم، شاید یک نور به اندازه سر سوزن. اگه شما فکر کنید یک نور الان یک چراغ قوه اگه تو 10 متری ما روشن باشه ما نمیبینیم. آره. ولی این نور شاید 1000 سال فاصله داشت، من ولی من دیدمش. بی نهایت سبکی، الله اکبر، بی نهایت سبک، بی نهایت لذت. اون لحظه آقا مهران رسید با سمت پای چپش یه لغت زد به سمت اینجای بدنم. به شوخی که پاشو بابا لوسیدا، نمیدونست من خارج از بدنم. وقتی لغت زد دیگه اون بدن شل بود. برگشت به این سمت، دید زبون من از سمت چپ دهنم آویزونه و کف فراوونی ریخته زیر بدنم، چون باید خوابیده بودم دیگه. این کف داشت میومد بیرون. زد برگشت گفت این مرده. برگشت به مهدی گفت این مرده، که مهدی شاید میگم به اندازه 30 ثانیه نکشید. اون اتوبوس بزرگا تو یک جاده به سمت فومن، جاده باریک نگه داشت، تو یک جاده باریک به سمت فومن نگه داشت که گفت اینا ببریم بیرون، سمت بیرون احیاش کنیم. اونجا تصویر دوباره یه استوپ، من وارد تونل شدم دوباره، ولی خسته. داخل این تونل رسیدم به اون جهانگیری که تو اون تونل بود، خسته شدم. چیه؟ چرا تموم نمیشه؟ انگار قرار بود من با همون کلمه برسم به اون نوره، به اون نوری که فهمان آقا 1000 سال 500 سال هر چقدر با اون فاصله داری، کسی از ثانیه رسیدم به اون نور. زردی که در این عالم نیست، نارنجی که در این عالم نیست، اصلا این رنگا رنگ نیست. من میگم هیچ رنگی که من در این دنیا اونجا که چیزی دیدم، اصلا اینجا شکل، اصلا رنگی از اون، اصلا بوی از اون نیست. هیچی اینجا با اونجا نمیشه مقایسه کرد. آقای دین، من در جای فرود اومدم، نه عصر بود، نه صبح بود، نه شب بود، نه ظهر بود. فهمانده شد بین شب و روز چیزی هست. این اونجاست. تو با اون حقیقت روبرو میشی. با اون روبرو شدم، ولی یک صحرای کبود. توی تونل رو داره میگی؟ نه، تونل تموم شد، رسیدم به اون نور. رسیدی به اون نور؟ رسیدم به اون نور. اون رنگ زرد یا نارنجی، من میگم، گفتم زرد یواش، نارنجی یواش. من به زبان خودم میگم زرد یواش یا نارنجی یواش. ولی رسیدم به اون نور، یک صحرا بی نهایت بنفش. اولین کسی که در اون صحرای کبود ظاهر شد و گفت که خوش اومدی پدرم بود. چی داری میگی؟ یا خدا. پدرم که 24 سال قبلش از دنیا رفته. خدا رحمتش کن. جهانگیر، میخوام بدونم که بابات ظاهر شد، تو خود دست و پا داشتی یا نه دست و پا نداشتی؟ من هوش، فراهوش، چشم 360 درجه، درسته؟ بدنی در کار نیست، ولی حس میکنی بدن داری. حس، ولی مثلا دستو میاری بالا هیچ چی نمیبینی، ولی میدونی دست داری. میدونی دست داری، میدونی پا داری، ولی درکی نمیبینیش، به چشم میبینی، ولی درکش اینکه داری، اینا رو داری تو. داری. اولین کسی که من دیدم در برزخ، نمیدونم اسمشو برزخ بگم، عالم نور بگم، من دوست ندارم برزخ بگم. آره. عالم نور، حقیقت. پدرم بود، پدر بزرگ پدرم بود. پدر بزرگ خودم نه، پدر بزرگ پدرم. اون اومد که برگشت گفت، ایشون من گفت زود اومدی. به محض اینکه وارد دنیای نور و حقیقت شدم، برگشت گفت تو زود اومدی. من نمیدونستم زود اومدی یعنی چی، چون درکی نداشتم. مثلا من قرار نبودم من مردم. کسی از بدن میره بیرون به جمع زندگان. زندگی، این زندگی، من شما دارم زندگیم. درسته. تو زندگیم، زنده ایم.
زندگانی تو جمع زنده هاست، اونجا زندگانیه. من تازه وارد زندگانی شدم، دنیای زندگانی. اونجا همه زنده بودن. پدر بزرگ پدرم برگشت گفت زود اومدی، پر از نور، به بهشتی پر از عشق، لطافت، نرمی، باران تبدیل شد. ولی آقا آیدین، من قرار بود از یک پله های رد شم. یک پله هایی بودن، ببین تو شما تو ساختمونتون پله های هست 20 سانت 20 سانت. آره. راحت میری بالا. اگه این 20 سانت تا بشه 1 متر میتونی راه بریم؟ نه نمیشه رفت بالا. یک پله هایی بودن مثل اون 20 50 1 متر. انتهای اون پله های دری بود، دری که تو استان گیلان زیاده، چوبی، درای چوبی. از یه روزنه های در نوری میدرخشید که چشمان نمیزد. من قرار بود این پله ها را پس از دیگری طی کنم به اون در برسم، ولی من از اون در رد میشدم، در دنیا میشدم چی؟ درگذشت. آها، دیگه بر نمیگردی بعد درگذشت. میشد درگذشت. خب یعنی تو اونجا رفتی. یعنی کلمه درگذشت ما در دنیا به همین اینکه آقا مرد میگیم درگذشت. درگذشت به این معناست. ولی ناخودآگاه پام از اون پله و از اون ارتفاع بزرگ غلطید، پیچ خورد به سمت زمین. من کسری از ثانیه بغل در اتوبوس اومدم بیرون. یعنی کسری از ثانیه تو پله دوم اتوبوس مثل پازل تشکیل شدم. یعنی یهو پدیدار نشدم. فهمیدم. انگار این پازل شدی جهانگیر. ولی اونجا میدیدم مهران صورتش مثل یخ سفید شد از ترس، ولی آقا مهدی داره هر وقت به سر قلبم یه دستی فشار میده، میده به قلبم. آره. بلدم نبودن که احیام کنن، ترس داشتن. من از سمت پای چپم مته‌وار، متهای دستی یادتونه؟ میچرخوندین. آره. مثل اون مته‌وار. الان شما نشستید، آره. مطمئن باش من یه سوزن بزنم به پات درد میگیره، میپره از جات. آره. ولی من همون ورود به بدن با درد داشتم. این اینگاری ما داشتم مته میکردن. ورود به بدن مثل مته بود. و الان ما یه لیوان اگه بخوایم در نظر بگیریم، آره، یه پارچ آب بریزیم، من مثل اون مته‌وار ولی در دنیای دیگر با چشم دیگر انگار داشتم لیوان پر میشد و این جون مثل آب هی پر میشد و رسید به اینجا، دقیقاً به اینجا. چشمم رسید به اینجا، قلبم رو دید. سر اون وقت به کجا میرسه؟ اگه چشم اینجا برسه، سر به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه. به حلقوم. چشمم اینا دید، قلبم رو دید، داد زد و سر از حلقوم رد شد. اونجا احساس کردم چقدر تنگ جام. روح بزرگتر از جسم بود و جا نمیشد. خب برگشتم به دنیا و این داستانی که من تو اتوبوس برام رخ داد.